إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الاخوة والاخوات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. در برنامه گذشته قصه هود علیه السلام را گفته بودیم که چگونه خداوند او را بر قوم عاد فرستاده بود. خداوند آنها را هلاک کرد و با شمال سخت آنها را نابود ساخت. شرک بار دیگر پهن شد، این بار در منطقه شمال و غرب، در جزیره عرب، در منطقه با نام هیجر. منطقه کوهی بود. در این شهرها شرک بر خدای یکتا پهن می شد. الله ذوالجلال به سوی آنها نبی از عرب با نام صالح علیه السلام فرستاد. این نبی آمده بود تا قومش را به سوی خدای یکتا دعوت کند. و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله. اولین دعوت پیامبران به سوی یکتا پرستی بود. غیر از الله کسی را نپرستید. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. قوم ثمود که در این منطقه زندگی میکردند، آنها را کوهها احاطه کرده بود. خداوند به آنها قوت داده بود که آنها سنگها را میشکستند، کوهها را چپه میکردند و در آنجا برای خود خانه و قصرها میساختند. این چگونه قوتی بود که خداوند به آنها داده بود. فاذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. یعنی این که صالح علیه السلام آنها را پند میداد، این که ای قوم، خداوند ذوالجلال به شما این کوهها را داده است مسکنی برای شما. از کجا آن قوه‌ای که شما به آن سنگها را، کوهها را مسخر کرده اید و آنها را سوراخ کرده در آنها خانه میسازید و قصرها میسازید که شما را از همه چیز محافظت میکند؟ کدام نعمت بزرگتر از این؟ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. سنگها را شکستند، کوهها را چپه کرده در آنها خانه و قصرها، اتاقها می ساختند تا اینکه امین باشند. وثمود الذين جابوا الصخر، یعنی سنگ را می شکستند. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. سوی خدا دعوتشان میکرد، پندشان میداد، نصیحتشان میکرد، با تمسخر به او جواب میداد. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. تو در بین ما مردی شریف بودی، مردی بودی که ما امیدوار بودیم از تو، مردی عزیز و شریفی بودی پیش از دعوت کردنت. اما امروز تو تغییر یافته ای صالح. آن انسانی نیستی که ما میشناختیم. تو اکنون از جمله ساحرانی. تو را سحر تأثیر کرده است، تو دیوانه ای. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك. دعوتی که تو میکنی ما در او شک داریم، راست نیست. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قوم صالح، ثمود،
آمدند به سوی کی؟ به سوی فقیران و ناتوانان و ضعیفانی که از صالح علیه السلام پیروی میکردند. آمدند با آنها گفتند آیا میدانید که صالح علیه السلام فرستاده از جانب خداست؟ شما باوری دارید؟ دلیل دارید؟ آنها با تمام باوری جواب دادند. گفتند مایان ایمان داریم به آنچه که به او فرستاده شده است. متکبران زمین جواب داده به آنها گفتند إنا بالذي آمنتم به كافرون. این سرکشی است، این متکبری است، مغروری است. این کوهها که خداوند به شما داده است، کوههای زیبا، خانه‌ها و قصرهایی که الله ذوالجلال به شما عطا کرده است، با وجود این همه ایمان نمی آرید و دعوت را قبول نمی کنید؟ این چی سنگ است در دلهای شما که آن سخت‌تر است از این کوههای سخت، سخت‌تر است از این سنگهای سخت؟ آن قوم صالح علیه السلام هستند که سرکشی از فرمان خدا کردند. عن أمر ربهم. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. قوم صالح به نزد صالح علیه السلام آمدند، خواستند او را عاجز گردانند، خواستند او را ناچیز گردانند از جهت متکبری و سرکشیشان. گفتند ای صالح، اگر خواهی که به تو ایمان بیاریم و خدای یکتا را عبادت کنیم همان طوری که تو میگویی، از این سنگ که آنجا سنگی بود اشتری برای ما بیار. چگونه اشتر؟ اشتری باردار میخواهیم از تو، در شکمش جنین باشد و آن جنین 10 ماهه باشد. حتی روز و ماه آن جنینی در شکمش بوده را معین کرده بودند. گفت اگر این کار را بکنم ایمان می آرید؟ گفتند آره ایمان می آریم، می خواهیم این معجزه را بینیم. صالح علیه السلام که خیرخواه دوستدار قوم بود دعا کرد، خداوند را زاری و تولا می کرد، نماز می خواند، دعا می کرد. از خداوند خواست تا به آنها این اشتر را بیارد. ناگهان سنگ در جنبش در آمد، سنگ دو کفان شد در برابر چشمان مردم. مردم این را می دیدند. ناگهان از این سنگ اشتری کلان برآمد. این آیت از آیاتهای خداست. تصور کنید چگونه از سنگ اشتر برآمد در روبروی قوم ثمود. مردم این را می دیدند. اشتر برآمد، در شکمش جنین بود. قال يا قوم هذه ناقة الله. این اشتر به مانند دیگر اشترهاست، لیکن این منصوب خداوند است، شریف است. قال يا قوم هذه ناقة الله هذه ناقة الله لكم آية فذروها. به او نزدیک نشوید. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب. هرگاه به این اشتر به بدی اگر دست رسانید بدانید که عذاب نزدیک است. اشتر آیتی از آیاتهای خداوند است. تولد کرد، آن اشتر را دیدند، بچه آن اشتر را دیدند. معجزه آشکار، آیتی روشن و واضح. آیا قوم صالح علیه السلام ایمان آوردند؟ هرگز ایمان نآوردند. سرکشی بود، افراط بود، عاجز کنانیدن صالح علیه السلام بود، لیکن خداوند این معجزه را به او داد. روزها می گذشت، خداوند از آنها امتحان دیگری را گرفت. برای این اشتر روزی را برای نوشیدن آب معین کرد که باید همان روز کسی به آن چاه نزدیک نمی شد و برای آن مردم روز دومی را انتخاب کرد که این اشتر به آن چاه نزدیک نمی شد. خب چی بنوشیم روزی که اشتر از آنجا آب می نوشد؟ از شیر همین اشتر می نوشید که به همه می رسد، زیرا آن معجزه خداوند است. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. یک روز می نوشد شما نزدیک نمی شوید و روزی که شما می نوشید اشتر نزدیک نمی شود. زمین خداست و فرمان در دست خداست. هذه ناقة الله
خداوند او را برای امتحان کردن آنها فرستاده است. نافرمانی از نبی خدا صالح علیه السلام کردند. خداوند آنها را مورد امتحان قرار داد. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. روزی که این اشتر از آنجا آب می نوشد کسی از شما نباید آنجا نزدیک شود. این معجزه روشن و آشکار است. این نشانه آن است که صالح علیه السلام فرستاده از جانب خداست. لیکن قوم را دلهایشان کور شده است، قلبهایشان کور شده است و این معجزه فایده اشان نمی کند. روزها می گذشت و ضیقی و غم آنها را عذاب می داد. اینکه چگونه این مرد که دعوای پیامبری می کند برای ما چارچوبه گذاشته است. اینکه اگر در این روزی من شده از آنجا آب نوشیم هلاک می شویم، یا اینکه اگر به این اشتر بدی کنیم هلاک می شویم. روز از روز حسد و دشمنی به صالح علیه السلام زیاد می شد. دو زنی بود در آن قوم، یکی صاحب مال و دیگر صاحب دختران زیاد. آنها گفتند هر کی این اشتر را بکشد به او هر چقدر مال بخواهد و یا هر کی را به زنی خواهد بدهیمش. دو مرد، یکی با نام مصراع و دیگری با نام قدار ابن صانیف، به نزد این زنها آمدند و به آنها نقشه کشتن اشتر صالح علیه السلام را دادند. اشتر خداوندی. با همراهی مصراع و قدار 7 مرد دیگر جمع شدند تا چی را بکشند؟ اشتری را که خودی آنها خواسته بودند، اشتری را که صالح علیه السلام آنها را بیم داده بود که با او بدی نکنند. با وجود این همه می‌خواستند آن اشتر را بکشند. 9 نفر جمع شدند برای مکر کردن. و مکروا مکرا و مکرنا مکرا وهم لا يشعرون. مکر کردند اینکه چگونه این اشتر و بچه آن اشتر را بکشند و صالح علیه السلام آنها را بیم میداد، لیکن آنها گوش نمیدادند. نه نفر جمع شدند میخواستند اشتر خداوند را بکشند. کشتن آن اشتر را که صالح علیه السلام میگفت با او بدی نکنید، اشتر را گیر کردند. او از آنها میگریخت تا که او را در بین کوهها احاطه کردند. آنجا قدار ابن صانیف که سردارشان بود با نیزه بر گردن اشتر زد. اشتر فریاد زد، با صدای بلند فریاد زد. هر کی در آن گرد و اطراف بود آوازش را شنید. اما بچه آن اشتر گریخت و بالای کوه گریخت. او را آنجا ذبح کردند. سپس به سوی این اشتر آمدند. اشتر خداوندی. گردنش را زدند، او را کشتند، خونش را بالای زمین جاری کردند. چی را کشتید؟ اشتر خداوند را. آنها میخندیدند، خرسندی میکردند، با هم در شادی بودند، حد خدا را گذشتند. این اشتر خداوندی است، او را کشتید. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. سپس نزد صالح علیه السلام رفتند، متکبرانه مسخره کردند، میخندیدند، مزاح میکردند، میگفتند ما آن اشتر را کشتیم. صالح گفت چی را کشتید؟ گفتند اشتر خداوند را کشتید. چی کار کردید؟ اشتر را کشتیم. اشتری که گفته بودی تا با او بدی نکنیم. ذبحش کردیم، گردنش را زدیم، خونش را ریختیم. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا أين عذاب الله الذي زعمت فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح. تصور کنید بدبختی را که آنها کردند. کفر و متکبری و سرکشی آنها را تصور کنید. بعد اینکه اشتر را کشتند، جای اینکه توبه کنند و از عذاب خدا بترسند، نزد صالح آمده گفت فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بعذاب الله. صالح علیه السلام این هنگام گریان شد، دانست که عذاب خدا می آید. سپس نزد آنها آمد، با آنها گفت ای قوم، شما می توانید 3 روز در این دنیا عیش و نوش کنید، بعد 3 روز عذاب خداوند نازل می شود. قال يا قوم تمتعوا في داركم 3 أيام
تمتعوا في داركم 3 أيام. روز اول رویهایتان زرد می شود، روز دوم رویهایتان سرخ می شود، در روز سیوم رویهایتان سیاه می شود، بعد عذاب خدا نازل می شود. تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. در روز یکم بعد از کشتن اشتر رنگ رویها زرد شد، در روز دوم رویها سرخ شد، روز سوم رویها سیاه شدند. ترسیدن این که عذاب خدا نازل می شود، چنانه که نبی خدا صالح علیه السلام آنها را بیم داده بود. همان 9 نفر دوباره جمع شدند و مشورت کردند این که صالح علیه السلام را بکشند پیش از این که عذاب بیاید تا از وی خلاص شوند. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. شب می آییم صالح را با عائله‌اش می کشیم. شب است کی از این خبردار می شود؟ لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه. هرگاه که صبح شود ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. پس از این که اشتر را کشتند باز می خواهند صالح علیه السلام را بکشند. در آن شب 9 نفر جمع شدند، خواستند نبی خدا را بکشند در حالی که او در خانه اش نماز می خواند. خدا را زاره و تولا می کرد که عذاب را نازل نکند. او خدا را دعا می کرد. اینها جمع شدند خواستند او را بکشند. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. از آسمان بر سر آن 9 نفر سنگ بارید، سرهای آنها پاره شده مردند. مردم مرده های آن 9 نفر را می دیدند. کی آنها را کشت؟ کی این عذاب را بالای آنها نازل کرد؟ آن الله ذوالجلال. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. آن 9 نفر را خداوند نابود ساخت که هیچ کسی آنها باقی نماند. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. وقتا خداوند آن 9 نفر را هلاک کرد، قوم صالح علیه السلام دانستند که آنها هلاک می شوند. دانستند آن وعده ای که پس از 3 روز صالح علیه السلام به آنها داده بود دروغ نیست. دانستند که عذاب به آنها فرود می آید. رویها تغییر یافت، رنگهایشان دگرگون شد. در روز اول، دوم، سوم، در روز چهارم دانستند که عذاب نازل می شود. در خانه هایشان بودند، قبرهایشان را در داخل خانه ها کنده بودند، انتظار بودند که چگونه عذاب نازل می شود. اما صالح علیه السلام و آنهایی که ایمان آورده بودند خداوند آنها را نجات داد. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. الله ذوالجلال صالح علیه السلام و آنهایی که به او ایمان آورده بودند از آن قوم بیرون کرد و آنهایی که کوهها را شکاف کرده بودند در آن خانه ها ساخته بودند پنهان شده بودند. صبح روز چهارم جبرائیل علیه السلام به آنها یک صدای بلند زد که دلهای آنها کفید، مردند. آوازی بلند آنها را کشت. أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.
هیچ کدام از آنها حتی از جایش خیسته نمیتوانست. در کوه، در خانه ها خداوند آنها را هلاک کرد. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. گذر کنید به کوه ها و به شهرهای آنها که تا این روز موجود است. در مدائن صالح، در شمال و غرب، در جزیره عرب، منطقه‌ای که هیجر نام داشت تا امروز وجود دارد. خانه‌هایشان، قصرهایشان که در کوه‌ها ساخته بودند حالا هم به آنها شهادت می‌دهد. در آن مکانی لعنت کرده شده که کسی از آنجا گذر کند شاید از ترس خداوند گریه کند. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. دوری و لعنت باد بر آن امتی که خدا را عاصی شدند. بعد از آن صالح علیه السلام با آنها مرور کرد. دید که آنها در خانه‌هایشان، در قصرهایشان هلاک شدند. کوه‌ها عذاب خدا را برای آنها منع کرده نتوانست. با آنها میگذشت و میدید که هلاک شدند. با تأسف به آنها نگاه کرده میگفت. وقال يا قوم. با آنها سخن میگفت در حالی که مرده بودند لیکن میشنیدند. قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. دختری از آن عذاب نجات یافت. پیش از آن که صبح شود از آنجا فرار کرد. دانست که به آنها عذاب نازل می شود. به سوی دیگر دیه گریخت. با آنها این قصه را نقل کرد که چی شد و چی گذشت به آنها و بسیار مانده شده بود. وقتا که از آن آب نوشید خداوند او را نیز هلاک کرد. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. هزار ساله ها تا این جانب شهرهای آنها موجود است. آثارشان در کوه‌ها تا این زمان موجود است تا شاهدی بر آنها باشد، تا مردم از آنجا گذر کنند و از لعنت شدن و عذاب خدا بترسند. چی فایده دیدند قوم صالح علیه السلام؟ کوه‌ها را سوراخ کردند، سنگ‌ها را پاره کردند، در آن مکان‌ها زندگی کردند، لیکن آنها را این چیز از عذاب خدا نگاه نداشت. نبی خدا صالح علیه السلام با آنها گفت رسالتم را بر شما رسانیدم و نصیحتتان کردم، ولكن لا تحبون الناصحين. سپس از آنجا رفت، آنها را ترک کرد. صالح علیه السلام صفحه از صفحه های انبیا را پر کرد. نبی عربی، خداوند او را بعد از این میرانید و شرک دوباره در روی زمین پهن شد. با شما در برنامه آینده درباره دیگری از گوشه زمین صحبت خواهیم کرد. این بلاد رافضین است. در آنها شرک پهن شد، بت پرستی، ستاره ها را می پرستیدند غیر از خدا. در بلاد رافدین که امروز عراق نام دارد شرک پهن شد و خداوند با آنها نبی فرستاد، نبیی که بزرگتر از دیگر انبیا و افضلتر از آنها. خدای ذوالجلال او را دوست خود گرفته بود. او کیست؟ پدری پیامبران. چگونه از قصه او، قصه بزرگ، حادثه های عجیب. او کیست؟ او ابراهیم خلیل است. این از قصه ما و شما در برنامه آینده. تا بازدید. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص